یوسف به چاه افتاد، اما از چاه تا جاه تا رسیدن به مقام خیلی راه نیست. الله اگر بخواد صبر میخواد. از فراغ تا یک وصال با عزت راهی نیست. از سختی ها تا رسیدن به آسانی ها خیلی فاصله نیست، به شرطی که انسان صبر و تقوا پیشه بکنه. انه من یتق و یصبر. بله، رمز موفقیت یوسف تقوا و صبر بود. چندین سال فراق پدر بود، بدترین آزمایش ها و سختترین بلیات رو تجربه کرد، اما نهایت داستان بعد از عبور از رنج ها، بعد از عبور از سختی ها، بعد از عبور از سختترین شرایط چی عذاب در آمد؟ عزیز مصر شد. همون کسایی که میخواستن عزت او رو بگیرن، همون کسایی که میخواستن عزت او رو زیر خاک دفن کنن، او رو ته چاه بندازن، همونها در مقابل یوسف سرخم کردن، تسلیم شدن و همونها فهمیدن کسی رو که الله بخواد عزت بده هیچ کس جلوی عزت او رو نمیتونه بگیره.